از 1 ساعت پیش که بهش پیام دادی هنوز جوابی نداده. چک میکنی ببینی آخرین بار کی آنلاین شده. میبینی دقیقاً همین نیم ساعت پیش آنلاین شده، حتی استوری گذاشته، اما پیام تو همچنان بی جوابه. و از همین لحظه درگیری ذهنیت شروع میشه. معنی این جواب ندادن پیام ولی آنلاین بودن چی میتونه باشه؟ حقیقت اینه که در دنیای امروز چت کردن فقط رد و بدل کردن کلمات نیست. چت کردن یه میدان مین روانی و عاطفیه. جایی که آدم‌ها بدون اینکه متوجه بشن عمیق‌ترین احساسات، ترس‌ها، اشتیاق‌ها و حتی بازی‌های روانی خودشون رو پشت ایموجی‌ها و نقطه چین‌ها پنهان می‌کنن. شاید فکر کنی خوندن ذهن آدم‌ها از پشت مانیتور غیر ممکنه، اما روانشناسی دیجیتال نشون میده که هر فاصله زمانی، هر استیکر و حتی کوتاهی و بلندی پیام‌ها یک کد رفتاریه. در این ویدیو میخوایم درباره 5 سیگنال پنهان در چت صحبت کنیم. نشانه هایی که میتونن به تو کمک کنن بفهمی طرف مقابل واقعا برای ارتباط با تو وقت و انرژی میگذاره یا فقط وقتی حوصله‌اش سر میره سراغت میاد. 5مین نشونه ممکنه کل محاسباتت رو به هم بریزه. پس اگه تا حالا بارها یه چت رو بالا و پایین کردی و دنبال معنای پنهان پیام‌هاش گشتی، این ویدیو دقیقاً برای توه. آیا فقط تو مکالمه رو زنده نگه می‌داری؟ اولین چیزی که باید در چت ببینی اینه که فقط تو داری برای زنده نگه داشتن مکالمه تلاش می‌کنی یا طرف مقابل هم سهم خودش رو داره. بهش میگیم الگوی سرمایه‌گذاری زمانی. یعنی میزان تلاشی که هر دو نفر برای ادامه مکالمه میگذارن. فرض کن ساعت 10 شب براش پیام طولانی فرستادی. از روزت گفتی، از چیزی که ناراحتت کرده بود، اوضاعت تو محیط خونه و در آخر هم ازش پرسیدی امروز تو چطور بود؟ چند دقیقه بعد جواب میده خوبه. یا فقط یه ایموجی میفرسته، نه توضیحی، نه سوال متقابلی، نه تلاشی برای ادامه دادن. در همون لحظه شاید با خودت بگی شاید حوصله نداشته، شاید سرش شلوغ بوده، شاید بلد نیست خوب چت کنه. همه اینها ممکنه درست باشه. اما سوال اصلی اینه، آیا همیشه همینطوره؟ شاید همین یه پیام به تنهایی معنی خاصی نداشته باشه. اما اگه همیشه تو 4 خط می‌نویسی و اون با 1 کلمه جواب میده، اون وقتی که با یه اتفاق ساده روبرو نیستی، با یه الگو روبرو هستی. فردی که پیام‌های 1 کلمه‌ای و سرد میفرسته 3 پیام پنهان رو به ناخودآگاه شما ارسال میکنه. 1. من در حال حاضر تمرکزم روی تو نیست. 2. انرژی ذهنی کافی برای این رابطه ندارم. و 3. که من کنترل مکالمه رو تو دستم دارم و تو تلاش کننده اصلی هستی. چت سالم شبیه یه خیابون 2 طرف است. یه بار تو موضوعی رو باز میکنی، یه بار اون ادامه میده. یه بار تو سوال میپرسی، یه بار اون کنجکاوی نشون میده. لازم نیست همیشه پیام ها دقیقاً برابر باشن، اما باید حس کنی طرف مقابل هم داره سهم خودش رو میگذاره. کسی که واقعاً به ارتباط با تو علاقه داره معمولاً مکالمه رو بی‌دلیل رها نمیکنه. اگه جواب میده فقط برای رفع تکلیف نیست، تلاش میکنه حرف رو ادامه بده، از تو چیزی میپرسه، به بخشی از حرفت واکنش نشون میده که فقط کلماتت رو ندیده بلکه حضور تو رو جدی گرفته. اگه بیشتر وقتها تو هستی که توضیح میدی، سوال میپرسی، موضوع جدید باز میکنی و سعی میکنی مکالمه رو نجات بدی، اما اون فقط با جوابهای کوتاه و کم انرژی پاسخ میده، این یه نشانه مهمه. اینجا باید از خودت بپرسی، اگه من امروز پیام ندم، آیا اون برای حرف زدن با من قدمی برمی داره؟ یا کل این ارتباط فقط با انرژی من زنده مونده؟ اما فقط متن پیام مهم نیست. زمان پاسخ دادن هم حرفای زیادی برای گفتن داره. دیر جواب دادن همیشه بی‌علاقگی نیست، اما الگوش مهمه. یکی از گیج کننده ترین بخشای چت همین دیر جواب دادن است. پیامو میفرستی، 1 ساعت میگذره، 2 ساعت میگذره، بعد میبینی آنلاین شده ولی هنوز جوابی نداده. شاید همون لحظه ذهنت شروع کنه به ساختن 1000 تا داستان. تحقیقات نشون میده آدم‌ها به چیزی که براشون ارزش و اولویت داره سریع‌تر پاسخ میدن. اما بیایید منصفم باشیم. آدم‌ها زندگی دارن، کار، درس، خستگی، گاهی واقعا نمیتونن همون لحظه جواب بدن. پس دیر جواب دادن به تنهایی نشانه بی‌علاقگی نیست.
مسئله از جایی شروع میشه که دیر جواب دادن تبدیل به یه الگوی تکراری میشه. اگه کسی به طور مداوم پیام‌های شما رو ساعت‌ها بدون پاسخ میگذاره، اما همزمان در شبکه‌های اجتماعی آنلاین استوری میذاره یا پست‌ها رو لایک میکنه، این پیام واضحی داره. اون آنلاین هست، اما نه برای شما. اینجا موضوع فقط دیر جواب دادن نیست. موضوع اینه که تو در اولویت ارتباطی اون کجا قرار داری. آدمی که علاقه داره ممکنه دیر جواب بده، اما معمولا وقتی برمیگرده جبران میکنه. مثلا میگه ببخشید دیر شد، امروز خیلی شلوغ بودم، یا با یه جواب گرمتر نشون میده که پیام تو براش بی اهمیت نبوده. اما آدمی که بی تفاوته معمولا نه توضیح میده، نه گرمایی توی پاسخش هست، نه تلاشی برای ادامه دادن مکالمه میکنه. انگار هر بار تو باید از نو ثابت کنی که ارزش توجه داری. البته این نکته مهم رو یادت باشه. قرار نیست برای هر تأخیر استراب بگیری، اما اگه بارها حس میکنی پیام‌ها در صف آخر زندگی اون قرار گرفته، باید این حس رو جدی بگیری. بخش سوم. آیا جزئیات تو رو یادش میمونه؟ کسی که فقط به صورت سطحی به شما علاقه داره، چت‌هاش توی سطح مسائل عمومی باقی میمونه. چطوری؟ چه خبر؟ امروز چی کار کردی؟ این چت‌ها رو میشه با هر کسی دیگه هم انجام داد. نمیگم این سوال‌ها بدن، حتی شروع طبیعی خیلی از مکالمه‌ها هستن. اما اگه یه رابطه همیشه در همین سطح بمونه و هیچ وقت وارد جزئیات زندگی تو نشه، باید کمی دقت کنی. کسی که پیوند عاطفی واقعی با شما برقرار کرده، به جزئیات زندگی شما توجه میکنه. اون چیزایی رو به یاد میاره که شما قبلا به صورت گذرا بهشون اشاره کردید. مثلا مینویسه امروز مگه ارائه نداشتی؟ چطور پیش رفت؟ یا یادمه گفتی از این سبک موسیقی خوشت میاد. این آهنگ رو گوش کردم، یادت افتادم. وقتی شخصی در چت از مسائل کلی به سمت جزئیات شخصی حرکت میکنه، داره سیگنال میده که من تو رو به عنوان یه فرد خاص میبینم، نه فقط یه مخاطب معمولی توی لیست چت ها. این نشون دهنده سرمایه گذاری عاطفیه. اینها شاید در ظاهر کوچیک باشن، اما در رابطه خیلی معنا دارن، چون نشون میده طرف مقابل فقط در حال جواب دادن نیست، داره تو رو میبینه. در مقابل اگه بعد از مدت‌ها چت کردن هنوز حس میکنی هیچ چیز مشخصی از تو توی ذهنش نمونده، شاید ارتباط بیشتر از چیزی که فکر میکنی سطحیه. لحن پشت کلمات. این بخش نحوه استفاده از وایس، استیکرها و ایموجی هاست. متن به خودی خود سرد و فاقد لحنه، به همین دلیلی که سوء تفاهم ها توی چت بسیار زیاد اتفاق میفته. متن خشکه. وقتی کسی می نویسه باشه، تو دقیقا نمیدونی منظورش چیه. ممکنه آروم باشه، ممکنه ناراحت باشه، ممکنه بی‌حوصله باشه، ممکنه هم هست که هیچ چیز خاصی پشتش نباشه. برای همین آدم‌های علاقه‌مند در چت از چیزهای مختلفی استفاده می‌کنن تا لحنشون رو منتقل کنن. ایموجی، استیکر، وایس، طول جمله‌ها، شوخی، تکرار حروف یا حتی نوع خداحافظی کردن. کسی که میخواد فضا رو صمیمی‌تر کنه معمولا راهی برای گرم کردن مکالمه پیدا میکنه. شاید وایس بفرسته، شاید با یه شوخی کوچک تنش رو کم کنه، شاید وقتی حس کنه جملهش ممکنه بد برداشت بشه توضیح بده. شاید با یه ایموجی ساده نشون بده که لحنش سرد نبوده. اینها الزام نیستن. یعنی نمیتونیم بگیم هر کسی ایموجی نمیفرسته پس علاقه نداره. نه. بعضی آدم‌ها واقعا ساده و کم احساس تایپ میکنن. بعضیا با وایس راحت نیستن، بعضیا اهل استیکر نیستن. اما چیزی که مهمه اینه، آیا در چت با اون حس نزدیکی میگیری یا مدام احساس میکنی حصاری دور خودش کشیده که بهش نزدیک نشی؟ اگه مکالمه همیشه رسمی، کوتاه، بیروح و کنترل شده است، شاید طرف مقابل داره فاصلش رو حفظ میکنه. مخصوصا اگر این سردی فقط با توه، نه با دیگران. اما اگه گاهی با لحن گرمتر، توضیح بیشتر، وایس، شوخی یا توجه عاطفی وارد مکالمه میشه، این میتونه نشونه‌ای باشه که ارتباط براش فقط یک گفتگوی معمولی نیست. پس اینجا سوال این نیست که چند تا ایموجی فرستاده. سوال درست اینه: آیا در کلماتش حس حضور، صمیمیت و توجه وجود داره؟ بخش پنجم. و اما سیگنال پنجم که بهتون قول دادم تمام محاسباتتون رو به هم میریزه اینه: الگوی آغازگری مکالمه. یه رابطه سالم مثل پینگ پونگه. یه بار شما توپ رو پرتاب میکنی، یه بار طرف مقابل.
گوشی خودتون رو باز کنید و چت‌های چند هفته گذشته رو مرور کنید. کی همیشه شروع کننده بوده؟ کی همیشه اولین پیام صبح بخیر یا احوالپرسی رو فرستاده؟ اگه متوجه شدید که در 90% مواقع این شما هستید که مکالمه رو آغاز میکنید و اگه شما پیام ندید ممکنه روزها هیچ خبری از طرف مقابل نشه، باید با یه حقیقت تلخ روبرو بشید. شما در حال تعقیب کسی هستید که در حال فرار یا بی‌تفاوتیه. توی روانشناسی به این الگو رابطه تعقیب و گریز میگن. تعقیب کننده مدام پیام میده تا امنیت رابطه رو حفظ کنه و فرار کننده عقب میکشه چون احساس خفگی میکنه یا اصلاً انگیزه‌ای برای حفظ رابطه نداره. بیاد داشته باشین سکوت طرف مقابل هم خودش یه پیامه. وقتی کسی به شما پیام نمیده در واقع داره میگه من بدون حضور تو هم روز خوبی دارم و نیازی به چک کردن حالت حس نمیکنم. البته در یه ارتباط سالم لازم نیست همه چیز دقیقاً 50-50 باشه. آدم‌ها دوره‌های شلوغی، خستگی و درگیری دارن، اما در طول زمان باید یه تعادل کلی وجود داشته باشه. این بخش دردناکه چون گاهی ما نبودن پیام رو هم توجیه می‌کنیم. میگیم شاید منتظر من پیام بدم، شاید غرورش اجازه نمیده، شاید از رد شدن میترسه، شاید بلد نیست شروع کنه. ممکنه بعضی از اینا درست باشه، اما اگه کسی واقعاً بخواد ارتباط رو حفظ کنه، معمولاً بالاخره راهی پیدا میکنه. شاید کم، شاید ساده، شاید ناشیانه، اما یه نشانه‌ای از سمت خودش نشون میده. چیزی که باید مراقبش باشی اینه که به جای دیدن واقعیت مدام برای بی‌توجهی اون توضیح نسازی. گاهی جواب در خود سکوته، نه همیشه، اما وقتی سکوت تکرار میشه، وقتی فقط با تلاش تو ارتباط زنده میمونه، باید به اون گوش بدی. حالا سوال اصلی اینه، با این نشانه‌ها چیکار کنی؟ اول از همه عجله نکن. قرار نیست بعد از دیدن یه جواب کوتاه یا یه تأخیر چند ساعته همه چیز رو تمام شده بدونی. آدم‌ها پیچیدند و ارتباط انسانی همیشه از بیرون قابل قضاوت سریع نیست. هیچ پیام، هیچ استیکری، هیچ تأخیر چند ساعته و هیچ جواب کوتاهی به تنهایی ثابت نمی‌کنه که کسی به تو علاقه داره یا نداره. ما قرار نیست از روی یک پیام حکم قطعی صادر کنیم. چیزی که مهمه الگوه. اما اگه این رفتارها بارها و بارها تکرار میشن، اون وقت دیگه فقط با یه اتفاق ساده روبرو نیستی. داری یه الگوی رفتاری رو میبینی. بنابراین خودت رو گول نزن. اگه بارها و بارها میبینی که فقط تو تلاش میکنی، فقط تو پیگیر هستی، فقط تو مکالمه رو زنده نگه میداری و طرف مقابل نه با کلماتش، نه با زمانش، نه با توجهش سهمی در این رابطه نداره، بهتره کمی عقب‌تر بایستی. نه برای بازی دادن، نه برای انتقام، نه برای اینکه اونو مضطرب کنی، فقط برای اینکه ببینی وقتی تو مدام رابطه رو حل نمیدی، آیا چیزی از سمت اون حرکت میکنه یا نه؟ یه کار ساده میتونی انجام بدی. تست فاصله است. برای چند روز مکالمه رو شروع نکن. اجازه بده فضای خالی ایجاد بشه. ببین آیا خودش هم شروع کننده میشه؟ آیا وقتی جواب میده کیفیتی توی پاسخش هست؟ آیا جزئیات تو رو یادش میمونه؟ آیا برای نزدیکتر شدن تلاشی میکنه؟ و اگه این ابهام ادامه داشت، بهترین کار همیشه حدس زدن نیست. گاهی باید آروم و مستقیم حرف بزنی. نه با حمله، نه با سرزنش، فقط با بیان تجربه خودت. مثلا بگو من گاهی حس میکنم بیشتر من پیگیر گفتگو هستم و نمیدونم برداشت من درسته یا نه. همین جمله ساده میتونه چیزهای زیادی رو روشن کنه. چون آدمی که برای رابطه ارزش قائله تلاش میکنه بفهمه چه احساسی داری. اما کسی که فقط از توجه تو داره استفاده میکنه معمولاً از همین گفتگوی ساده هم فرار میکنه. در نهایت یادت باشه رابطه سالم باید مایه آرامش باشه، نه اینکه شما رو به یک کاراگاه تبدیل کنه که مدام در حال تحلیل آنلاین و آفلاین بودن یه نفر دیگه، دیر جواب دادن، لحن پیام و معنی استیکرها باشی تا بفهمی جایگاهت کجاست. کسی که تو رو میخواد شاید همیشه بی‌نقص رفتار نکنه، اما در طول زمان کاری میکنه که احساس نکنی تنها کسی هستی که این رابطه براش مهمه. شما لایق رابطه‌ای هستید که در اون برای گرفتن یه پیام معمولی نیازی به التماس یا بازی‌های ذهنی نباشه. توی ویدیویی که این بالا براتون قرار میدم درباره این صحبت کردم که چرا بعضی آدم‌ها اول رابطه خیلی گرم و صمیمی‌ان اما بعد سرد میشن. حتما اون ویدیو رو هم ببینید تا پازل رفتاری آدم‌های زندگیتون کامل بشه.
اگه ویدیو برات مفید بود اون رو لایک کن و برای کسی بفرست که همیشه درگیر تحلیل پیام‌های یه نفره. حتما نظرتو درباره این ویدیو یا هر چیز دیگه‌ای که دوست داری توی کانال دربارش صحبت کنیم رو برام بنویس. ممنون از نگاهتون. فانوس، جایی برای شناخت بهتر خودمون و آدم‌ها.